اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم. این دیگه کار ما هست. صبح میخوایم بریم بیرون از خونه بسم الله الرحمن الرحیم. جدیدی ها دنبه نمیخورن. دنبه هم مثل ما پیری پتایه. چقدر نمینه دیگه. در برامین یک کارخانه بود مال ارتش بود. مربوط به خود ارتش بود. دیگه روانش استفاده نمیشد. یعنی بیرون استفاده نمیکردن. هر چیز ساخت میشن مخصوص ارتش بود. بعد به مرور زمان کارخانه های دیگه اومد. با مشتاق این ویدیو رو جان؟ ویدیویی که گرفتم از شما واسه روغن دنبه، خب میدونی بهت گفتم 10 میلیون نفر دیدن. بله؟ میگم حدوداً 10 میلیون نفر دیدن. با مشتاق قدیما از کی شما روغن دنبه استفاده میکردین؟ سر بلندتر بگو من گوشم. باش، میگم از کی روغن دنبه استفاده میکردین؟ من زمان یادم بچه بودم. قدیما قبل از اونم بوده، همه بودن. بزرگترهای ما بودن. میگفتم فقط همین بود؟ ها؟ میگم فقط همین روغن بود؟ قدیم آره دیگه نباتی و این بخانه جدید در آمده اینا که نبود که. ران دنبه بود یا روگوشت بود یا شاله گاب بود به صلاح. آره. روگوشت گاب بهش گفتن شاله. فقط همون بود. آره. و دنبه رو چیکار میکردین؟ دنبه رو چجوری درست میکردین؟ دنبه رو همینجوری خورد میکردن، معمولا شب خورد میکردن. بعد عرض کنم که آبش میکردن میذاشتن باشه تا صبح. اذان صبح نماز که میخواندن اینه روشن میکردن میذاشتنش رو به قول قدیمی اجاق. قدیم میگفتن اجاق. رو اجاق. هیزم بود دیگه. گاز که نبود، چیزی نبود. با هیزم. دیگه قدیمش هم اینطور بوده دیگه. از قدیم اینطوری بوده. دیگه داغ میکردن روغنشو میگرفتن بعد جزغالش رو جدا میکردن. عرض کنم که دنبشون روغنشون که تو قدیم بهشون گفتن دبه. ما میگن بانکه. البته رویی بود. مسی بود اکثرا. روم نبود اون موقع. با یکی آدم من روح نبود. مس بود. یه همچین دبایی که این همینا ساختش فرق نمیکرد. ساخت اون دبه ها اینجوری بود. بهش میگفتن دبه. اصلا دبه روغن مخصوص روغن جدا بود. برخلاف کارهای دیگرش بود. چرا؟ دیگه رسمشان اینطوری بوده دیگه. مسی بود برای مخصوص همین کار. بعد کجا نگهداری میکردن؟ نگهداری تو خونه های خنک، جای خنک. خانه های قدیم مثل حالا نبود که. خانه های خشتی بود. 30 سانت 40 سانت مثلا خود خانه بوده. 50 سانت بگم. با همه چی، با کاغل زیر کاغل و با پشت کاغل و خود خشت 30 سانته. 20 سانت دیگه هم دیگه کاغل از پایین و از بالا به اصطلاح تعمیراتش داشته. این نمیشه. پاکار 1 متر. دیگه 80 سانت کمتر نبود. 1 متر. پاکار خشتی. سالی چند بار روغن میگرفتین؟ زمستان سرما کمتر نفوذ میکرد. تابستان سرما گرما. سالی چند بار روغن میگرفتین؟ سالی چند بار معلوم نیستم بستگی به استفاده داشت دیگه. مثلا چند کیلو؟ چقدر استفاده؟ اکثرا دنبه اون موقع پلواری بود. پلوار که می‌رسن روغن سالشان اونایی که وضعشان یه خورده بهتر بود مثلا 2 تا 3 تا 4 تا بستگی به تناسب حال زندگیشان. بعد عرض کنم که این بود. نبود که از شهر می‌خریدن.
در روستا. از شهر مثلا از قصابی میخریدن، میآوردن اونجا، باز هم ترتیبی رو که خانه درست میکردن همینجور درست میکنن. کره سر تابستانه، تابستان که گوسفند خیل میشینن به قول معروف، بونه میگن، سر بونه هستن و خیل میشینن از بهار تا پاییز. اون شیرشان رو ماس میکنن، بعد از کنن تلم میزنن، تلم میزنن، دوغش سوای از اون تلم که زدن کرش میگیرن، کره میاد، تلم میزنن، کره میاد، کرش میگیرن، کرش که گرفتن میشه دوغ، دوغش میجوشانن میشه سوزمه. به قول همون موقع هم میگفتن، حالا رو میگن سوزمه، یعنی سفت میشه. بعد کش گلوله میکنن، گلوله با دست گلوله کش میکنن. حالا هر به اصطلاح منطقه مطابق رسم و رسومات خودشن. کره گرونتر بود از دنبه، روغن دنبه؟ کره گوسفند بوده دیگه، ایوه. هر فرق نمیکنه. کره هم از گوسفنده، دنبه هم از گوسفند. منتها کره از شیرش گرفته میشه، دنبه از خود گوسفند که داخل گوششه. از کی شما کلا با روغنای صنعتی آشنا شدین؟ جان؟ میگم از چه زمانی با این روغنای جدید آشنا شدین؟ روغن جدید در حدود 50 سال، یعنی درآمد زودتره. ولی ما 50 سال زودتر نیست استفاده میکردیم دیگه. یواش یواش به مرور زمان درآمد اول که نمیدونستیم، میگفتن که احمق این روغن میشه بخوری. در برامین یک کارخانه بود مال ارتش بود، مربوط به خود ارتش بود دیگه، روغنش استفاده نمیشد، یعنی بیرون استفاده نمیکردن، برای خودشون مخصوص ارتش بود. بعد به مرور زمان کارخانه های دیگه اومد، کارخانه اومد دیگه، یواش یواش کارخانه، 2 تا کارخانه هر استانی جای منطقه یک کارخانه بود، طبق الان مثل الان که هست. از آفتابگردان میگیرن، تخمه آفتابگردان اون جداست البته، مثل تخمه گردنی که ما استفاده میکنیم به قول معروف میشکنیم، از مغزش استفاده میکنیم، اونا نه، اونا ریزتره، روزتره و چربتر هم دست از اون. آفتاب هست. حالا درآمد سویا درآمده که در مازندران بیشتر از کش میشه. این کش نه کشتیه، کش میشه. یه چیزای دیگه هم هست، مواد دیگه هم هست که الان دیگه من نمیدونم از چی هست، اسمش دیگه الان فراموش کردیم دیگه. اونایی که پلوار داشتن معمولا پیز زیاد در میبنده پلواری، گوسفند پلواری تا به قول قدیمی هم گفتن گوسفند داشتی که گوسفند گله میره بیرون، اونا فرق میکنه. پیم اینا بیشتر دارن، پلواری میبندن، در تابستان علف زیاده اینا میبندن در خونه هستن، هر کسی میتونه 2 تا 3 تا یکی، بعضی هیچی. اون خوب دیگه، اون داشتنه منظور استفاده میکردن. مثلا گوسفند دنبش و پی هم داخلش میکردن، پی قلبه، اطراف قلبه بیره. یه رقم داریم پی پنجه پی بهش میگن که روی به اصطلاح شکمبه یا سیرابی که الان میگن،
دور اون میبنده، بهش میگفتن پنجه پی. یه پی هست باز که داخل اطراف قلبه و دل و قلبه میبنده، اونا جداست. اون پیش بهتره، اون آب کردش بهتره. اونم یه موقع بعضی اکثرا بود تو رعیتی به اصطلاح بود، تو خونه ها مخلوط میکردن، در هم موقع داغ کردن. بعضی داغ میکردن چون دنبه دیرتر داغ میشه، یعنی به قول ما یعنی آب میاد، آبگیریش دیرتره، آب پی زودتره. از که وقتی میگرفتن با هم مخلوط میکردن، اما گرم که دیگه قشنگ مخلوط میشه. روغن دنبه چقدر میمونه؟ موندگاریش چقدره؟ بله؟ میگم روغن دنبه اون موقع تا 1 سال من داشتم. من خودم یادمه که اصلا روغن سال من دنبه داشتیم. هم یک دفعه داغ میکردیم. یک دفعه که نه، مثلا گوسفند یک دفعه نمیکشن که در خونه. یکی مثلا اول زمستان میکشن، یکی وسطای زمستان، یکی آخر زمستان. بعد بین همین 3-4 ماه زمستان که هوا سرده که بشه تو خونه نگه داریم. یخچال نبود که، صندوق بود، میذاشتن تو صندوق های چوبی، بعد میشن تو صندوق، بعد سقف اتاق آویزان میکردن، چوب میکشیدن تو سوراخ میکردن، تو چوب میکشیدن، چوب یه پارچه هم مینداختن روش، بعد سقف اتاق آویزان میکردن. گوشت اونجوری هم مثلا هر وقت زمان که میخواستن تناب داشت، با تناب میکشیدن پایین، میامد یه تکه میگرفتن به اندازه غذایی که بخواستن درست کنن، حالا یا آب گوشته یا مثلا خورشته، پلو درست میکردن. کره مثلا معروف تو ایران کره کرمانشاه بود، بهترین کره. اون بهترینش هم کره در اصل فرق نمیکنه، همش کره هست، ولی اون کره به علت اون گیاهی را که گوسفند استفاده میکنه طعم اون کره فرق میکنه با کره‌های دیگه، منطقه‌های دیگه، یا به قول حالا استان‌های دیگه. اینا فرق میکنه، طعمش فرق میکنه، خوش خوراکتره. ولی الان نه دیگه، الان دیگه کرمانشاه و غیر کرمانشاه همه جا دیگه زمان فعلی نمیشه اطمینان حاصل کرد. ولی منطقه‌ای که همه هر جا گوشه ایران هر طرفی که کره میگیرن علف‌های خاصی هست، اون شیر و ماست و کره و همه چیزش طعمش مثلا بهتره، مرغوب‌تره یه خورده. از همون قدیم بوده، الانش هم همینطوره. منتها دیگه حالا دیگه الان به طور کلی شده یکسان. نظر من نظر خودم میگم، به نظر من شده یکسان، نمیشه دیگه تفاوت بینش قائل شد. یعنی اطمینان نمیشه داشت، اطمینان دیگه سلب شده. از اون آدمای قدیم و با جدید خیلی فرق میکنه. خالص بود دیگه اون موقع. روغنی که شما درست کردی، روغن دنبه، توضیح میدی چی کار کردی از اول؟ متوجه نشدم. میگم توضیح میدی چی کار کردی؟ مراحلشو. آره دیگه مراحلشو گفتم دیگه. حالا یه بار توضیح شما دقیقاً چی کار کردی؟ مراحلش همینه، هم نوبر میشورن، خورد میکنن، بعد خورد کردن آبش میکنن، میذارن باشه،
حالا الان که خب شاید همانقدر آبش کنن آب میکشن. بعضی قصاب براشون خورد میکنن، قصاب درشت همون دنبه همون زیر شیر مغازه آب میکشه خورد میکنه براشون. ولی ما قدیمی ها این کارو نمیکنیم. ما قدیمی ها حداقل 2 ساعت 3 ساعت میذاریم باشه تو آب. یه وقت هستی که از هم بازارم که میگیریم شب خورد میکنیم آبش میکنیم تو قابلمه میذاریم باشه. چقدر باید باشه؟ چند ساعت باید دم بکنیم؟ چیزی نداره، مرحله خاصی نداره. الان فرق نمیکنه، منتها از نظر تمیزیش به قول ما خونابه، خونابش بره. حالا هرچی بیشتر با من خونابش قشنگ بره، باز دو مرتبه آبش ریختی، 2 مرتبه باز یکم دیگه آبش میکنن، آب میکشن میریزن تو قابلمه. تو قابلمه هم کردی یه آب کم، زیاد نه. اون قدیمی هم میگفتن هرچه هست تو قابلمه میگفتن به اندازه که روشو بگیره. ولی الان نه، الان دیگه کار نمیکنن، الان دم میکنن دیگه. آب نه، کم آبش میکنن، جوش که اومد دم میکنن، کفشو میگیرن. این یه جمله رو نگفتم، کفشو میگیرن میرزن دور. پیاز برش اول که جوش بیاد کم میکنه، هیچ چی داخلش نمیکردن. ولی الان چرا؟ الان اکثرا دنبه نمیخورن، جدیدی ها دنبه نمیخورن. دنبه هم مثل ما پیری پاتایه. چکار نمینه دیگه. آره. الان چی اضافه کردین شما داخلش؟ حالا شما چی اضافه کردین داخلش؟ هیچی، ما حالا هیچی اضافه نمیکنیم. پیاز که ریختین دیگه. پیاز دیگه احتمالاً برای خاصی که جدیدی دیگه خورده، جدیدی ها چون نمیخورن برای این خورده اون طعمش میگیره، اون طعم خاصش میگیره. به خاطر اون، خاطر دیگه دلیل دیگه نداره. سنتیش هیچی نمیریختن؟ نه دیگه. ما خودمان برای خودمان چون استفاده میکنیم نمیگیریم. بازاری که کنن یه گل پیاز 2 تا گل پیاز میندازن توش مثلا، این طعمش میگیره. اون جزغاله ها چی؟ اون جزغاله که میمونه رو چیکار میکنین؟ تو غذا هم میشه استفاده کرد. بعد عرض کنم که فطیر هم که درست میکنن منطقه ما اینجوریه دیگه، اکثرا هم فطیر درست میکنن، میکوبن یکم سیب زمینی چیزی هم داخلش میکنن که دیگه روغن خاص نباشه که همه بزنن بخورن. البته این خانگی اینطوره، بازار اینطور نیست. بازار الان هم مثلا فطیر داره، فطیر بهش میگن فطیر، همون نانه دیگه، نان ماهی میپزه فطیر، من تا کلوفتره. با مشتاق این ویدیو رو جان؟ ویدیویی که گرفتم از شما واسه روغن دنبه، خب میدونی بهت گفتم 10 میلیون نفر دیدن. بله؟ میگم حدوداً 10 میلیون نفر دیدن. خب خاموشه؟ نه روشنه. بعد خب خیلی براشون جذاب بود. یکی اینکه تمیز بودی، تمیز بودنت براشون جذاب بود. اون کثرت لطف دیدگانه، چشمشم تمیز. خیلی ممنون، تشکر میکنم از همه اونهایی رو که این جمله رو به زبان آوردن. و اینکه گفتن که همین که با نام خدا شروع کردی، گفتن قدیمی ها بالاخره همیشه همه چی با نام خدا شروع میکنن. حالا شما هم که همیشه همینجوری بوده. اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم. این دیگه کار ما هست. صبح میخوایم بریم بیرون از خونه، بسم الله الرحمن الرحیم. هر کاری که میخوایم شروع بکنیم این به زبان ما هست. شیعه ها اینجوری هست، نمیدونم از ادیان دیگه نمیدونم بیاد در چیکار میکنم. تو شیعه این زبان هست همینجور.